اینجا در جنوب شهر هرات امساله جشن باشکوه برگزار می شد و مردم برای دیدن جهنده بالا گرد هم می آمدند. اما امسال این برنامه برگزار نشده است. شماری از شهروندان از عملکرد دولت انتقاد کرده میگویند نباید در برابر برنامه‌های فرهنگی و رسم و عنعنات دیرینه مردم ممانعت وجود داشته باشد. سلطان آقا که همیشه مردم مشتاق زیارتش است، هر ساله میای پرچم آقا بلند میکنه، بسیار به شور و شوق و بسیار به شادی بلند میکرد. اما امروز که ما آمدم خبری از این چیزا نیه، مردم خلوت دور بر ما بسیار کم خواهر و برادران میبینم که میای امو سر مزار امو رفته های خود میای زیارت میکنن و میرن. سال گذشته مثل 40 سال گذشته ما همراه با خونریزی، ناامنی، کشتار اینا بود و ما واقعا به خاطر لذت بردن امنیت، یک لحظه لذت بردن امنیت با آرزو بودیم که هیچ وقت به آرزو نرسیدیم. فعلا یک آرامش و امنیت نسبی در کشور حاکمه. با این حال برخی خانواده ها در هرات برای زنده نگه داشتن فرهنگ دیرینه تجلیل از نوروز آمادگی گرفتند. همانند این خانواده که سفره افسین پهن کرده است. علی زمانی بزرگ این خانواده میگوید تجلیل از نوروز به سالهای خیلی دور برمیگردد و این فرهنگ نیاکان آنهاست. بنان انوار این فرهنگ را زنده نگه داشتند. سال ما که تجلیل میکنیم سال نو، مثل اولادی که به دنیا میاد از او تجلیل میکنیم، نی استقبال میکنیم. از سال نو همچنین استقبال میکنیم ما که سال خوب، خوش، آرامی و پیروزی و اینا باشه. با این حال وضعیت بد اقتصادی و چالش‌های اجتماعی در هرات روی تجلیل از نوروز های افکنده است و همانند سالهای گذشته جنب و جوش ندارد. اما با آن هم برخی‌ها برای خرید شیرینی، سبزه و ماهی بیرون شدند. آنها انتظار دارند که سال نو برای کشور و مردم سال پرباری باشد. سفره به خوبی و خوشی پهن میکنیم، کنار خانواده خوب خوبی و خوشی انشالله سال آغاز میکنیم تا سال انشالله سال به خوبی و خوشی همگی تیر کنیم، کشور ما آرومی باشه، آسایش آرامش بین تمام مؤمنین و مسلمین باشه. همچنین از ما تجلیل کردن از سال نو از امروز و دیروز و فردا نیه، تجلیل کردن از سالهان سال پیشه که مردم سال نو تجلیل میکرد. سال نو یک بهاریه، بهار نویه، مردم تجلیل میکنن. بیشتر کشورهای حوزه فارسی زبان نوروز را بهتر تجلیل میکنند. در ایران و تاجیکستان امسال نوروز به گونه ویژه تجلیل شده است. اما در افغانستان امسال این جشن تاریخی کمرنگ بوده است.